بعد از آن نجاشی پادشاه حبشه تمام حرفای حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه و قاصدان مشرکین مکه اونا را نجاشی کاملا با دقت گوش کرد. بعد گفت ای جعفر رضی الله تعالی عنه، ای امرا شما از صاحب محمد صلی الله علیه و سلم چیزی است که از جانب الله آورده؟ حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه جواب دادن بله. شروع کرد به خواندن سوره مریم. همینجور که حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه سوره مریم را میخواند، ناگهان نجاشی با وجود این که مسیحی بود ناخواسته اشک از چشمان آن جاری شد، آنچنان گریه کرد که ریش آن کاملا خیس شد و تمام اسقف هایی که دوربای نجاشی نشسته بودند تمام آنها هم آنچنان گریه کردند که صحیفه هایی که در دستان اونها بود تمام آنها کاملا خیس شد، چون که این کلامی که حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه داشت می‌خواندند و تصویری که از اسلام برای آنها بیان کرد با این فصاحت و بلاغتی که قرآن عظیم الشان داشت، این معلوم میشد که این حرف یک بنده نیست، حرف یک انسان نیست، این کلام با این فصاحت و با این بلاغت بلکه کلام رب البشر است، کلام بشر نیست. چون که کلام بشر با وجود اینکه عرب فصیح ترین بودن و بلیغ ترینشان بودن، اما فصاحت و بلاغت قرآن حتی از فصاحت و بلاغت خود زبانهای عرب بالاتر و بهتر بود. همین خاطر الله اسلام را فرستاده بود و دین را فرستاده بود تا اینکه تمام کتاب‌های آسمانی و تمام ادیان گذشته را خداوند متعال از بین ببره و دین رسمی و کتاب رسمی که قرآن عظیم الشان و اسلام باشه، خداوند متعال اون را به رسمیت به تمام جهانیان بقبول. گفت که این چیزی که شما میخوانید واقعا اون چیزی است که حضرت عیسی علیه السلام آورده است، منبع و سرچشمه اینها یکی است و هیچ فرقی با همدیگر ندارد. گفت ای قریش، واره برگردید با هدایا خودتون را بردارید و برید، من هیچ وقت اینها را به شما تحویل نخواهم داد. و عمرو ابن عاص که یکی از امونها بود گفت ای پادشاه، ای نجاشی، آیا تو میدانی که اینا نظریه و اعتقاد در مورد عیسی علیه السلام چیست؟ پادشاه گوتر به مسلمانان نگاه کرد، گفت مگر اعتقاد شما و نظریه شما نسبت به حضرت عیسی علیه السلام چه چیزی است؟ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه گفتند که ما همان چیزی را میگوییم که پیامبر ما برای ما گفته است. اعتقاد ما این است که حضرت عیسی علیه السلام بنده الله است، رسول الله است، روح و کلمه الله است که خداوند متعال آن را القا کرده برای بی مریم دوشیزه و پاک. اعتقاد ما اینه، ما اعتقادی جز این نداریم. که نجاشی یک چوب بر روی زمین بود، اون چوب را برداشت و گفت به خدا قسم که حضرت عیسی به اندازه این چوب از حرف شما فراتر نبود. به همین خاطر مسلمانان را با احترام با عزت استقبال کرد و گفت شما برین، در پناه من هستید و در امنیت من هستید، هیچ کس حق ندارد به شما مسلمانان حتی بد نگاه بکند. و هدایای کسانی که از طرف مشرکین مکه اومده بودند با هدایا اونا را به اونا تحویل داد، با خاری و ذلت آنها را بیرون کرد و گفت دیگر اینجا برای اینکه مسلمانان را از ما بگیرید دوباره حق ندارید. واقعا آیه کلام الله مجید امین است که و تعز من تشاء و تذل من تشاء. اونا با وجود اینکه پولدار بودن، سرمایه‌دار بودن، از بوزو شما کفر بودن و جزو سران بودن، اونا با عزت اومدن با ذلت رفتن. اما مسلمانانی که بیچاره بودن، هیچی نداشتن، آمده بودن که اینجا پناه بیاورن، آدمای ضعیف و مستمند بودن، اما با عزت با احترام و ارزم بزرگ شما با پادشاهی به اصطلاح از جلوی پادشاه رفتن و در امان اونا موندن.